لیورپول 1490 هستم به همراه Hi. What is your name? I'm Helena. I'm Helena. Because خب بچه ما اومدیم با هر یه چالش علی بان آبنا دیگه معلومه با چالش سعی کن نخندی اومدیم. My God! Wow! نه فوتتون ببینید اجازه مجاز فوش دادن هستیم. بله بله بچه ببینیم فقط من نمیدونم این هلنا چرا از تو دخترشه بگو. هلنا ببینید بچه من میگم این لیوان آبو که میخوره این تو کنید این تش به این گندگی ست قشنگ با همه چیز. هلنا میگه اینطوری به همراه چندش. خب دیگه صحبت اضافی نمی کنیم برو بریم. به نام نامی یزدان به نام نامی یزدان تو را من برگزیدم تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان از میان این همه خوبان برای زیستن با تو برای زیستن با تو وفادار تو خواهم ماند وفادار تو خواهم ماند در هر لحظه و هر جا در هر لحظه و هر جا. پذیرا میشوی آیا پذیرا میشوی آیا تو واقعا منو بهترین دوستت حساب می‌کنی؟ عمو 100% شک نکن. آخ جونم داداش جان اومد. منم برای همین خوب میخونم دیگه. تمام محله میگن هی بخون. میام محله ها تو کاشکی که لک لک دوست شه با اردک که نباشن این دست ها کنی حالا بازی شادی پیس 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 تو معرفی کن پورنگم دیگه امیر آخه من فکر از این موضوع ناراحتی Warren wins. متشکرم. دست نمیدی؟ نه اینجا ایرانه اینجا باید پا بده. مگه قسمت نمیشه اینگار مرای تو بمیرم مرای آخرین بار دست تو را بگیرم. با پیشرفت علم دلیل پزشکیش هم پیدا شده که زنهایی که خودشون رو میپوشونن یعنی در حقیقت این حجاب به نفع خودشونه جوانتر میمونن پوست آفتاب نمیخوره آسیب نه فقط به خاطر این از چشمهای مرد اشعه‌ای تولید میشه که به صورت زن میخوره پیری زود دست میاره یعنی این مستنده بله بله و هفته بعد از اون 14 خرداد که مصادف است با رحلت جانگداز امام امت خمینی. چی گفتم مردا نمیتونن آشپزی کنن؟ این تخته یه چاقو رو برمیدارم باهاش سیب زمینی ها رو بریز این حالت خلالی میکنم. مایتابه رو برمیدارم میذارمش رو اجاق تا گرم شه. روغن لادن میریزمش تو مایتابه تا داغ شه و جوش میاد. حالا خیلی آروم سیب زمینی ها رو میریزم توش. بعد که خونه رو آتیش زدم میرم پیش مامانم تا غذا بخورم. بعد بیان اینجا فوش خوار مادر بگم فلان فلان.
به نظرتون واقعیه یا کیکه؟ بریم با هم ببینیم. این بچه‌ها من میگم واقعیه. ترکی ها؟ بعد بیان اینجا فوش خار مادر بگم فلان فلان شده. گو میخوری فوش میدی، گو میخوری داری دشمنی رو میندازی. تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی بی‌ناموسی. اینا طرفدارای تو نیستن. مشکل داری بی‌ناموس. ما داریم زحمت میکشیم. تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. گو میخوری فوش میدی، گو میخوری بی احترامی. اتاق من مادر مگه قسمت نمیشه اینگار برای تو بمیگیرم برای آخرین بار دست تو را بگیرم گریه نکن که من نه خوبی؟ گو خوردم چی میخوره؟ گو خوردم ناموسن گو خوردم چی میخوره؟ من گو خوردم هده؟ گو خوردم چی میخوره؟ گو خوردم چی میخوره؟ ناموسن گو خوردم زیر دریا رقصیدیم تو جزیره فردا میشه سنگا نیستی منو تنها میذاری برو بلند شو تاک مسای بابیدانی محسنانی خجالان بکر تاک مسای ای تاک مسای موزیکی داره که هی میری پاش هی میری کاتو بالا پای میکنی رو ریل میری پا بابا رفتم بقالی کل کاروان سراز خاله قرار بود حفان 20 بارده بیاره آما مرام اومدم سراغت چه خوشگله سر تو بالا دنیا پر از قشنگیه چشماتو با بزنیم بریم سلام قربان خسته نباشین فضلتون بشم حاج آقا آرزوتون چیه؟ آرزو دارم که این چیز که این چکاشا داد دستی ما مشترات داد دستی ما گرزنه داد دستی ما به تو قبل بکشنش بیرون همین چرخا بکنم تو کوچه به کوچه دونه به دونه گوشه به گوشه میام من گاز verme سلام قربان سلام علیکم ستاره همچی دختری همچی پسری کی داره؟ خب شما پسر گلم اسم چیه؟
علی تو بلدی سوره قرآن یا شعر بخونی؟ نه شما اسمت چیه؟ کرم. چی؟ کریم؟ آقا کریم شعر بلدی بخونی؟ یه شعر بخون؟ کسی یادن حاتمی بالا ما زمان خاتمی سیم میکنه پول و پرشت خانومو. اسم تو چیه؟ علی. فامیلیم با هم؟ نه. چیه؟ برادریم. خب شما اسمت چیه؟ فرنود. فرنود جان چه کارایی رو خودت انجام میدی؟ مثلا میرم دستشویی خودم شوشولمو میشورم. ماشین لباسشویی خودت رو نه اشتباهه به خب کیان جان باخت رو قبول کن. هلنا هستم برنده این مسال چالش. سوست هم بخور. بده بزن. بچه من اصلا متوجه نشده بودم. چی؟ محمد مرد؟ اومدم. بشا. میگم اون گوشی کیه؟ سلام. بچه ببینید یه دم تو دونه خودتون باشه که ما اینقدر بچه مایه دار و پول داریم. تو دونه مایه. خب. بده بزن. تو پولا ریزی من پول دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. آب نمیتونی بخوریم. خفه شو. ما بریم زحمت میکشیم. این سس خیلی تون. ببینید. گمشه آمون که گرم. بده من. نه اینقدر. نه خوبه؟ نه خیلی خوبه؟ وای حلالیت طرف صاب یادتون نره. 2 باشه 10 9 8 7 شو خیلی ممنون که این ویدیو رو مشاهده کردین. لطفاً پیج کیانا سابسکرایب بکنین. شیرم بکنین تا ویدیو رو بعدی خدا نگهدار. من باید دارم کلاس.